یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همه هر بیگه ای کار خستش که میامده که زنش سر میکرده انا آتش وقتش گفتون 5 تا بس گفتین یه زن قوت از تولد ترانکش نگیر کنم چیکار میکنی 15 نفر پولی دفتر نوشته قلم کتاب مردک هر روز میاد همین گپا میشنوه دلگیر شده است یک اهمیت داره که خانه همسایه با یک زن شوهر نداره گفته هوای من زن دیو نکاح کرده میگیرم ای غروری زن خرید گلکش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز سه زن نکنید زن بورگین بین کرده رفته همون نکاح کرده با خواهرش گفته زنک من یک ماه کماندرافته میرم پامات به خدا رفته است یک ماه پس اومده دور استوره گفته زنک بازی کازن پالاژری ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با هم گفته رفته ما ششم دا فکر کرده با هم بود شده فکر کرده استوره زنک بالا بشم بالا کو خیلی فهمیده رفته مردک چی کار میخواد شما چی پرابلم است یعنی چی گپ زنیت است یک خانم بروادم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زنش کشد بعد چی هم شما که کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال من تو من میکشی 10 تا گلک سر میموند 12 تا چیکار میکنی دیگه از خیلی گپ نیست زن گفته گوش کن من نغمام تو فهمیدم یک بار اثر دیوال پر با کازرما براو و دختر همسایه کش پیش من بیو پرابلم من نمیشه دیگه این مرداش تو فهمیدن میگه من بر وقت فهمیدم تو خاطر گشتم خاطر گذر کو تیز رو مردا خودشون دویده رفته است اونجا بودم کشی خونه همسایه این زنش داد باز میبیاد باز میبینی نیم ساعت یک ساعت اشو درک نیست 3 ساعت اشو درک نیست تا ببینم که چی قدیر کرد بیچاره زنک ساعت 2 شب واسه دیوار پاره گذاشت خونه همسایه که جیم یکم کس نکشته یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان ماندگی بود بالا ماندگی میگه شوهر منم بالا هر جا باشد در بالای بام کشته اکسال میرسون نفهمم گفته بیا بینم بچه‌ش رو بخونم بعد جگرم پر شود گفته زور زده بالای بام برآمده بیند که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو این میگویی بزه کشته است تاجیکی یا نامزن بلا عشو اشرت بایسا بیسی اوسا شکل نمیزن شما الان که فهم تو چیکار رسولی در اونجا این زنک دیده گفته پیر خری شد بریزه 6 ماه گم بدی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی به بیرکشی تو یک مرده که دیگر ریش کریستونه که زنش در اومده هم مرده تنجی به هم تنجی از چی باریش میگیرید؟ خریش میگیرید از چی باید 3 ماه شد گرفته این روز میگیرید؟ او خیلی گرفتم نه شما یکم بالا داره یکم اویوی نو یفتگی نه آخی چی کب رئیس ما گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیستون گفته باشد دردی بخیر مایلش گیرید نیک خدا نکنه یکم اویوی گفته باشه بنزین خرید گفته پژر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگه فکر کنی موضوع خونه رو میزنم به چی فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیالات نکردم یکم اوی من نیفتم نگادش دگل کدیل جگر او خوردگی بای با بگه خدا با اومدش تنگ زدش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از زنش ملایم خلوق یه روز خوراک من 2 روز دیگه فراموش میکند تو از اگر هنگام یک اوقات باشه با جنگ جنجال نه خوبش اكو ای بالا هزار تا کن نه زنک جون من خود نمیخورم این زن تاجیک شما به بالا ریش نگرفته خالی کدام زنک رفته سیر کرده رای کرده چند روز ماینش خود از نمیخیریم یه روز دیگه مردک نو میتاز نمیگفته گوش کن زنک خانم به خدا ای دست دیگه از من خودم هم نمیتاز میپردم میکشم خودم گفته خودش هم مردک بیچاره پرتافرش یک زنش که اكو این قصه راسی منش بی استدگم کجا میپره پایان میپره ها چی بود همین سطحی موسیم قطعی گفته پایان برای بینده باشه مهربان زنای دیگه تو یک کتابخانه کلان بود است در اومدن در کتابخانه کلان 2 تا کتاب یک کتاب عبارت از 2 صفحه نامش سیر و اسرار مردها کتاب دیگر را دیدم سیر و اسرار زنها 5,500 صفحه قسم 1 باب 1 باب دوام دارد هیچ شما زنکا فهمیده نمیشید است نه خیلی یکم بیبی ها ایستادیان یک بیبی یاش بوده 85 با مزهشون میگریزد یک 3 روز خوب میکنن اشتیا نداشتیان سحر بعد شیرچای و شیربیریج میرفته
شکایت میکنه اشتیاق ندارم ابیدی با منطقه هم میخوردن حس میکرد جلوبکا خلاص بعد پسرش میگه ابراهیم جان بچم تو لبه اوچه جان همین 3 روز شد من کسل و قلم برای دلی من همون دکتر قشلاق تو یک بار جیغ نزدی حاضر اوچه جان دکتر قشلاق تز بخونه بیا دکتر قشلاق دویدم گفت لبه ابراهیم جان گفت کمپیر می گفت حاضر من شکایت کرد که 3 روز من کسل تو دکتر فایده نکردی دکتر درو میگه خیلی کمپیر ماه برای سفید خوشرو خیلی خاله جان کردی چی داوله داره نه بچه داوله ندارم کاش من دلت خوشرو کار است فشار نداره چی باشه مو خیره نمیدونم همین 3 روز شد که سوس حساب میکنم خودم من فهمیدم بیرون برآمده بعد ابراهیم گفت است بچه کمپیره تا ابراهیم جان بچه‌م میفره با چت خیزد گفت ها یک کار کجوره نه دارو نه خیمیکات یگان چه دکتر پختور نبر تاجیکی کن تو چی یا موسیقی یو نیکو کرده کمپیر با کمپیر میخیزه گفت ابراهیم کارش کرده یو دکتر زده جانگو جانجو کمپیر گفت ابراهیم بچه‌م دکتر خفه نکن ابراهیم بچه‌م اگر با پیش من نبیایی من نمیبخشم گفت با ابراهیم اومد غضب داد گفت ها چی گپ شد این وای دکتر یا گپ چی گفت این وای یا گپ که من گفتم من گپ زن چی گفت یه گفته تو که یک مسافر یافته نیکو کرده کمپیر با کمپیر اوچت صاحب میشن بسرای کمپیر انجا بچه‌م هوای 5 سال میدیم استخوانه نخود چهریتون نفهمم ابراهیم گفت که توبه کن بچه 85 با شما خسته نمیتونید کو کمپیر هم شوخ گفت بچه‌م خسته نمیتونم این خور کرده میتونه گفت